ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام و صبح همه شما بخیر. امیدوار هستیم که همه برادرها جور و صحت و سلامت باشند. با اجازه کماندان صاحب امنیه ولسوالی نسای درواز، جناب عامر صاحب، جناب عامر صاحب معارف و اعضای نظارت ولسوالی های درواز، امتحان کنکور ولایت بدخشان که در دور سوم برگزار شده و ما خوشبختانه در دور سوم امتحان قرار داریم و در دروازها دو امتحان برگزار میشه که یک مرکزش خواهان است و مرکز دومش هم ولسوالی نسای درواز هست که در حضور شما قرار داریم و خوشبختانه که تعداد داوطلبایی که در این سال در نسای درواز شرکت کرده تعدادشان نسبت به سال قبل به مراتب بهتر و خوبتر بوده. یعنی حدود 40 داوطلبی که ما افزود میبینیم در این سال، با وجود که دختران نیستن، یک مایه خوشی و یک مایه امید هست. در امتحان امسال 265 داوطلب عمومی داریم که در امتحان عمومی شرکت میکنند و 7 نفر دیگه مربوط به مدارس یا بخش علوم دینی هستند که مجموعش 272 نفر در امتحان امسال به خیر شرکت میکنند و در پهلوی از این که اینها شرکت میکنند، اینا حق دارند که در تمام مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان از بدخشان تا هلمند، از مزار شریف تا ننگرهار و کنر و نورستان آزادانه میتونن که در مستطیل خود رشته ها انتخاب بکنن و رشته ها بسیار گسترده هست. خواهش ما از دوستا و برادرایی که در امتحان شرکت کردن این هست که امور رشته را انتخاب بکنن که در اون رشته بتانن او را به 4 سال دستش به پیش برده. کسایی که در مسائل مضامین ساینسی ضعیف هستند کاری بکنن که امور رشته های ساینسی را انتخاب. اجتماعی، کسایی که علاقمند بخش علوم اجتماعی هستند یا حوزه های ادبی هستند در مسائل ساینسی ضعیف هستند میتونن که امور رشته ها را انتخاب بکنن و شما خبر دارید که وقتی که یک داوطلب فنتون یا دانشگاه را پیدا میکنه باز بسیار به مشکلات زیاد مواجه میشه. نه تنهایی که در بخش مسائل ساینسی را بلد نیست یا مسائل اجتماعی را بلد نیست، تا زمانی که کورس نخوانه در پهلوش خدا نخواسته ناکام میشه. اما خاطر باز شما خدا نخواسته دراپ نشین، آنچه که دل خودتان و علاقمندی خودتان است امور رشته را انتخاب بکنید و حرف زیاد طولانی نمیسازیم، نظم امتحان هم مراعات بکنیم و قبل از این هم که در آخرین مرحله ما شما قرار داریم، هر کسی که وسایل الکترونیکی در داخل جیبش داره و لطف بکنه در محل که امتحان شروع میشه با استاد محل تسلیم بکنه تلفن خود یا وسایل الکترونیکی خود. خدا نخواسته که اگر در داخل صحن امتحان گیر میآید باز دیگه او نقل حساب میشه، خدا نکرده باز امتحان شما باطل نشه و با سال آینده شما بیاین باز دوباره در امتحان شرکت بکنید که باز ما را هم جگر خون میسازه و شما را هم. درست است؟ نظم امتحان دقیق مراعات بکنید و از قماندان صاحب امنیه و از بزرگایی که در اینجا تشریف دارن
خواهش میکنیم که به دستای مبارک قماندان صاحب همین بکس باز شود و حاضری ها را از داخل از ما بیرون میکنیم. دیگه شما هر کسایی که در محلش تنظیم شده در محل خود باید باشه. محل اولی طرف است، محل دوم در بین است و محل سوم در آخر است. گپ گرفته؟ در اینجا باز تنظیم شوین به اساس حاضری ما شما را محل سوم محل سوم یک نفر شنبه بایومتریک بود و بایومتریک به خوبی سپری کردیم و امروز روز جمعه امتحانات بود و امتحانات به خیر و خوبی یعنی تمام کردیم و تشکر از اداره ملی امتحانات و کارمندان عزیز. تشکر.